اشک من خودتو نگهدار، نه پایین اونو رسوا میکنی. نمیتونم جلو اشک خودمو بگیرم. آخه این مقام عظما حیوونکی چی کار کنه؟ با هزار تا بدبختی و فلاکت برجام و قبول کرد که قاطق نونش بشه، شده بلای جونش. تو دوران طلایی های دکتر زهر خورد، توفم کف دستش نداشتن. الان که دوران عوض شده چی میشه الان؟ یعنی همش پوچ بود. بالاخره مسبب این همه بدبختی برای نظام کیه؟ بحث مسبب رو نکن که نبادی برای اسمشو بیاریم. ولی کجا شد دیدی از زهرماری حقوق بشر که شروع شده بگیر، تازه فشار برجامم تو منطقه قراره بیاد روش، بعد بکشه به جای باریک، به اون میگم بدبختی. آیا دکتر نگران من نباشین، من دیگه دنبال خوشبختی نظام نیستم، فقط دعا میکنم بیشتر از این بدبخت نشه. که اونم میشه، خیلی بدبخت رسیدم میشه. آیا دکتر من و شما هر چی که بحث و جر و دعوا بکنه فایده برای خطوط استراتژیک نظام نداره، فقط اعصاب همدیگه رو داغون میکنیم. به هر حال منو ببخشید که با حرفام سرتون رو درد آوردم. اختیار داری، هر چی که دلت میخواد بگو، من حواسم جای دیگه است، بیکار نیستم که به حرفای تو نمیگفتینم معلوم بود. حالا آدمو میکنین تو شیشه. حالا بی خیال به دل نگیر. حالت چطوره؟ خوبه، تازه موکتش کردم. یخ کنی آدامز. معرفت هم مگس یاد میگرفتی اقلا، که با این که میدونه بالاخره میذاری تو سرش میکشیش، دور کلت میچرخه. شما کوتاه به دکتر نمیفهمید. یه چیزی گفت سال اول، این علی مطهری مگه چه وزنی داره که لغو سخنرانی شده موضوع دعوای سه قوه؟ رئیسش علی لاریجانی پته او یکی رو میریزه رو آب، روحانی خرخره این یکی رو داره میجبه. سگ صاحب خودش رو نمیشناسه تو نظام. علی مطهری رو بیخیال، خرابکاری که تو نظام را افتاده که مال خودش نیست که. مرحوم بابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن که تو شرکت اتوبوسرانی دو نفر کارمندا با هم دیگه صحبت میکردن. یکیشون گفت شنیدی پرویز رو اخراج کردن، اون یکی گفت آره، چون بی اجازه وارد اتاق رئیس شده بود. طرف گفت ای بابا به خاطر مسئله به این کوچیکی، اون یکی گفت نه خیر، آخه با اتوبوس وارد اتاق رئیس شده بود. روشن شد یا همچی بذارم که با اتوبوس برید تو اتاق بغلی. دکتر اتوبوس رو نگه ندارین، همون فرمون بریم تا نیویورک. تو این هیروبری که تو نظام از همه از مقام عظما گرفته تا اون بسیجی دوزاری غمباد گرفتن و این بدبختی ها سرشون اومده، این دیگه خیلی زور داره که ملل متحد هم نظام رو به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کنه. الهی بمیرم، حیوانکی مقام عظما زیر بار داره میخوابه و همش سعی میکنه خودش اتک و تن نندازه. هیچکی هم نیست که زیر دنبشون رو بگیره، ببخشید زیر بار کمکشون کنه. دیروز که مقام اوضاع رفته بودن عیادت حاج آقا موسوی اردبیلی که تو کوما تشریف داشتن، عضو با گریه بهشون گفته بود از کوما بیا بیرون لامصب. یه صدایی شنیده شد که گفت اختیار داری شما تشریف بیارید تو کوما، 100 بار بهتر از اون زندگیه که الان تو داری. مرحوم بابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن که طرف به رفیقش گفت قرار شده بعد از این فقط غذای گیاهی بخورم. رفیقش گفت ای دکتر گفته؟ طرف گفت نه بابا قصاب محل گفته دیگه من دسیه نمیفروشم. نگین که من نفهمیدم. حرف شما اینه که دست مقام عظما خالیه که مجبور فیگور بیاد. از یه طرف باید حرفای دلواپس پسند بزنه، از یه طرف تو عمل همراه جام زهریه باشه. این اون قضیه برجام. آره دیگه، تفتی خیلی وضعش خوب بود، طوفان منطقه‌ای و باد جهانی هم اومد بهش خورد. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن که به طرف گفتن چی باعث شد که سرت تاس بشه؟ گفت باد. گفتن چرا باد؟ گفت هیچی، باد اومد کلاگیسم و برد. روشن شد یا همچی بذارم که کلاگیست پرواز بکنه. خیلی روشن میکنی. آیه دکتر کاش باد بود و کاش کلاگیس ازش برده بود. الان هر کی از راه میرسه تو سخنرانی یه پوزی از ایشون میزنه. خب پس من که یقمو پاره میکردم که بعد زهرخوری از این خبراست، واسه چی بود؟ چرا با گوش نمیکردی؟ الان کسی از ایشون نمیترسه چون یه جای دیگه اساسی پوز ایشون رو زدن. مرحوم بابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن
که یارو گفت دیروز به یک کفتار حمله کردم، دمشو بریدم. گفتم خب پس چرا سرشو نبریدی؟ گفت آخه قبل از من یکی دیگه سرشو بریده بود. آقای دکتر با این وضعیت تیر و تار اینم شد نظام و زندگی که مقام عظما آی گل گفتی، این دفعه دیگه یه چیزی گفتی که آخرش دعوا نشه. آره دم دستگاه مقام عظما الان جلوی سگ بذاری نگاه نمیکنه. مرحوم بابوی همیشه میفهمیدن به زباهدو عرض میکردم، بله میفهمیدن که یارو شب رفت دزدی، هرچی گشت هیچی تو خونه پیدا نکرد. آخرش صاحبخونه رو از خواب بیدار کرد، گفت من که دارم میرم ولی گنگ بزنم به خودت و زندگیت، خاک تو سرت کنن. آره دکتر ولش کن، این مقام عظما رو تو کشتیش، تو واقعا دلت برای این نمیسوزه؟ بدبخت فلک زده رو ضعیف گیر آوردی، من ضعیف گیر آوردم؟ مثل عقاب نشستی رو کلش میزنی پوزشو.